از اون من میخوام که یه خط چشمی خیلی کم با براش با پالت سایه آناستازیا از این مشکش استفاده کنم. یه خط چشم تو این حد میکشیم و بعد اینو فید میکنیم. چوش که فید میکنم من میخوام با یه رنگ مثل این رنگ بالاش میذارم میکنم فید برای اینکه یه میکاپ مدیوم. رنگ‌گذاری رو کردم، از این رنگ استفاده کردم برای ترنسلیت و برای جلوی چشمم میخوام از یه رنگ روشن یه بار دیگه رنگ تیرم رو مشکی شارژ میکنم در جای خودش میذارم اینطوری. بعد حالا زیر چشمم از رنگ مولبری این رنگ خیلی کم در حد یه تاچ میذارم. خب حالا با این گوش پاکن میسلاری میخوام یه دونه کات بمیدم. کات چطور میزم؟ در امتداد حالا من خط چشمو برم دارم و با خط چشم البته ماسکات از پالت ماسکات استفاده کردم رنگ مشکیش و روی همین. حالا برای گیرایی بیشتر چشمم از یه مداد چشم مشکی استفاده میکنم و توی چشم کنم. این هم شد میکاپ چشممون. حالا میخوام که یکم شاین بهش اضافه کنم. از شاین سلترینی برای انتهای. حالا من برای پوستم یه کرم پودر خیلی سبک کرم پودر بیرو استفاده میکنم. زیرسازم رو زدم، از ستیوز استفاده کردم. حالا از کانسیلر فرین استفاده میکنم. از روژگونه شیگلم رنگ لاف کیکش استفاده میکنم کامل بگونه ها. حالا با این بلندر یه ریزه هم نم داره اینو زیر چشم من میبرم اینطوری دوباره اونجا